اما گاها انسان چون اعتقادش اگر ضعیف شود حتی جرأت به فالبین یک سخن کردن را نمی کند. میگوید که بیا فالبین هست یا سحرگر هست، بناگاه یگان تأثیر کرده نماند. گفته مؤمن نباید که از آنها ترسند، مؤمن نباید که از اولیای فالبین سحرگرها جن هست نباید که از آنها ترسد. الله سبحانه و تعالی روی زمین به خلیفه سردار را جنها قرار نداده است، انسان را قرار داده است. اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. الله گفت که من جانشین خودم را در روی زمین قرار میدهم. باها جنها نیستند، باها فرشته های هم نیستند. ما و شما انسان ها را خداوند گویم جانشین خویش در زمین قرار داده است. برای همین آن خوفی که یا ترسی که از جن، از فالبین و سحرگرها انسان میترسد، این خوف سری است، این خوف حرام است. گناهکار میشد انسان ترسید از آنها، چون که الله سبحانه و تعالی میگوید انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. شیطان است که با دوستانش شما را میترساند. دوستان شیطان کی هست؟ اگر سحرگر و فالبین نباشد باز کی میتواند؟ شیطان با دوستانش ولیهایش شما را میترساند. اما خدا چه میگه؟ فلا تخافوهم، از آنها نترسید. برای نترسیدن چی لازم است؟ فلا تخافوهم و خافونی، از من بترسید ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشید از من ترسید میگوید خداوند. برای همین از همه پسترین خلق که آنها حساب میشوند از آنها نباید انسان ترسد. فتوکلوا علی الله ان کنتم مؤمنین، به الله تکیه کنید اگر ایمان داشته باشید. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است که وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. بدان گفتن اگر همه امت در اینجا هم انسان ها و هم جن ها داخل می شود، همه انس و جن اگر جمع شوند برای اینکه تو زیان می رسانند، گفته زیان رسانده نمی توانند مگر آنچه را که خداوند در تقدیر تو نوشته باشد. برای همین ضرر و زیان و برداشتن زیان و جلب منفعت از جانب الله سبحانه و تعالی هست.